یکی از دوستانم گفت که یه نسبت سببی هم با ما داره. این خادم افتخاری حضرت معصومه هستم. ایشون میگفت در 20 سال پیشتر یه پیرمردی با آخوند پیرمرد ساده ای بود، میومد اینجا کفشداری میومد. یه بار اومد اینجا و ایام بود که خودم جلوترش باران و اینا اومده بود و کوچه ها گلالود و اینا بود، کوچه ها خیلی جا گلی بود. و اینا زوارا که میومدن اینجا غالبا کفششون گلی بود، میذاشتم اونجا، بعد خاکاش میریختم اونجا روی این. اومد و کفشاشو زیادت کرد و برگشت، اومد کفشاش که گرفت پوشید، بعد روی این پیشخانی که ما کفشا رو میذاشتیم خود این گلای کفشای زوارا ریخته بود. ایشون دوتا دستاشو زد روی این خاکا و مالید سر و صورت. من نمیشناختم کی بود و اینا. تو دلم گفتم عجب آخوند ساده ای، خاک کفش زوارا تو گلای کوچه بوده مونده. بعد از چندی تحقیق کردم که این کیه، گفته این آقای بهجت. اون میدونه حضرت معصومه کیه، اون خاک تبرک میشه به سر و صورتش میکشه.